تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن با فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دخترانی اونایی که حجاب به سر میکنن با زنوای میکنن پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی هست. سوادی کافی ندارن اونا و هم گورا گشتگان. من نمی‌خوام چون که ننگ ناموس دارم. وقتی که از جانب الله یک حکمی که آمد باید بگوید که سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت میکنیم. از جانب الله پوشیدن ستر و حجاب آمد، پوشیدن نقاب آمد، پوشیدن لباس مخصوص برای زنها آمد در سوره نور و در سوره احزاب. پس باید زنهای مسلمان بگویند که شنیدیم و اطاعت میکنیم. برای زنان مؤمن بگو چشمهای خیش را پایان اندازند، دامان خود را پاک نگه دارند و زینت خود را جلوه ندهند بجز آنچه از آن به طور عادی نمایان است، و باید ایشان چادرهای خیش را بر گریبان خود اندازند و زینت خیش را جلوه ندهند. تمام اوچاجونو را، تمام اپا و خواهرو را، تمام اوچای گلیو را با روز عیدشون تبریک و مبارکباد. این عید عید موحدین و موحده ها نیست. ما باید از این نمود عیدها براءت خود را اعلام بکنیم، به فرزندهای خود تعلیم بدهیم که این عید مرتده ها بود. اولین کسایی که این را جشن گرفتند کسانی که حجاب خود را کشیدند، به آتش انداختند و بر ریده واقع شدند. مرتده، عید الرده، عید رده است. اینها برای اینها عید رده. از همین جهت مسلمان باید چگونه باشد؟ وقتی که از جانب الله یک حکمی که آمد باید بگوید که سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت میکنیم. از جانب الله پوشیدن ستر و حجاب آمد، پوشیدن نقاب آمد، پوشیدن لباس مخصوص برای زنها آمد در سوره نور و در سوره احزاب. پس باید زنهای مسلمان بگویند که شنیدیم و اطاعت میکنیم.